وکه ایرو بریا 118 سالان یکمین روزنامه کردان دی دیروکا روزنامه‌گری یا نو لجیر ناو روزنامه کردستان لقاهره پایتخت مصر درکت. دی 22 نیسان سال 1898 روزنامه کردستان جعالی میر مقداد متحد بدرخان و درکت کو جی 4 روپلان پیک دهات 31 هجمار جوی روزنامه درکتن تا سال 1902 و جهن آماده کرن و چاپ کرنه دنابرا قاهره، جنیف، لندن و فولکستون بلاو بون. لهر 4 پارچه این کردستانه ایدی روژا 22 نیسانه وکا روژا روزنامه‌گری کردی هاتیه دست نشان کرن. لسوریه و روژاوای کردستانه پشتی ساز کرنا نقشه سوریه نو جالیه ریکفتنا سایکس پیکو و روزنامه‌گری به زمان کردی قدغه بو و همو کارن روزنامه‌گری نفرمی و بنهینی دهاتن کرن. دی 26 جوتمه سال 1931 ده میر جلادت بدرخان مولتا کووارا هواره جه حکومت سوریه ورگرد وکه یکمینو تاکجارک لسوریه مولد جبو کووارکا کردی هاد دان کو د 15 گلان سال 1932 هجمارا یکمین یا وی کوواره لشاما پایتخت سوریه درکت بزمان کردی و بتیپن لاتینی تا 15 آب 1943 کو 57 هجمار جوی کوواره هاتن درخستن. دیه که نیسان سال 1943 تا سال 1945 کووارا روناهی به تیپن کردی لاتینی جعالی امیر جلادت بدرخان و به 28 هجماران و هات درخستن. ده سال 1986 28 هجمار روزنامه دنگ کردستان جی هاتن درخستن. پشتیوه که گلک روزنامه کووار و بلاوک لروجاوای کردستان و سوریه درکتن. مینا زوی، خوناف، گلستان، روش، نوروز، سورمی، هلوست، اجراس، سورگل، آسو، دلاف، هیوی، گلاویش، روجدا، آدار و گلک روزنامه و بلاوکن دن. هروها به بلاوبونا تورن انترنت به دهان مالپرین کردی هاتن وکرن مینا ولاتی، گمیا کردان، روج آوا نیوز، بویر پریس، آرا نیوز، کلیلک، آدار پریس، کردستریت، هروها جبری مالپرن فرمی ین پارتین سیاسی ین روجاوای کردستانی جی. لسر آستا تلفزیونی جی تلفزیون و پروگرام تایبت بر روجاوای کردستانی هاتن وکرن نخاسم پشتی شورشا سوریای. هروها به دهان رادیو لروجاوای کردستانی و جدر وی روجاوای کردستانی تایبت بروشا کردین سوریه هاتن وکرن. 118 سال لسر درخستنا یکمین روزنامه کردی به ناو کردستان را درباز دبن. لگوری روزنامه وانان هین روزنامه‌گری کردی به تواهی و یا روجاوای کردستان به تایبتی نکاریه به سدم یان آلیکار ده پیدا کرنا گوتارکا کردی نافخو درو یک گرتی و تنه روزنامه‌گری که حزبی تنگه. خوزان درشوی آرک